سلام بیننده های نازنین، خوبین؟ بخیرین؟ جانشون جوره دیگه. خدا کنه که جور باشین، شوروشون خوش باشه، جانشون جور باشه. قد فامیل های نازنین خوب دیگه. مون جوری بیننده های نازنین دیگه. بیننده های نازنین مو امروز بچم که کجا رایی، من خودم خبر ندارم که بگاه میشنیخت تا یک دو سه فامیلی زنگ زدن که بایم که ده پارک بوری دیگه. پارک ما خبر ندارم که یک پارک اینجا که نزدیکه دیگه. پرسان کردم که دوره یا نزدیکه، که ما خودم در دور خوش نیم از خاطر که اذیت میشم، موتر مر میگره زی خاطر گفت دوره. عالم بخیر. امیت رایی است. این امروزم چهارشنبه 22 تاریخ 22 جون. آره امروزم 22 جونه، چهارشنبه امروز دیگه. دیر شد بخشیشم برنامه نداشتی بیننده های نازنین، بخشیش باشه دیگه. میت ماه محرم هم داخل شد دویم دیگر. خودونی من وقتم نتنیستی که خودی مریض شدم که وقت نشد. میتر آرجای باشه جنجالا کش پش خود خوردره دیگه. بخشیش باشه بیننده های نازنین دیگه. همیت قدمو بیننده باشین که مو تا کجا رو موری، تا کجا رو هستی قدش شما بیننده دیگه باشین. قد از مو میتر بیننده لایک سابسکرایب پیشلو زیاد چم نره. بیننده های نازنین این مو رسیدی در پارک. پارک هم که از او گمو پارک نزدیک خانم خوب بود. این بخشی بچه ها نه یک بازیچه داره که بچه ها بازی کنه، نه یک سرسبزه دیگه. بازی خوب بشه که گرمی بود. از این پارک هم گلن نیه. یک چند دانه چای خوش کم اینجا هسته، دو سه چوکی موکی اینجا هسته دیگه. کسته یعنی جایشم خالی. بیننده های نازنین دوستا جایشم خالی دیگه. افغانستان که هسته در غیر چوکری که در کوه افغانستان موری از چوکری شما عیش مونین خوب دیگه. مور خیلی دنسوز مونین بخش چوکری افغانستان. اینال که هسته مو یعنی در پارک هم ده اینی میوه ها رو ارده شمور بخش امزی میوه های خشک شمور دنسوز نی دیگه. که هسته در غیر زردالو، در غیر توت که میشه که شما چکر مورین
مورین از زردالوی زد مبرین، از توت زد مبرین دیگه بخشش مو خیلی خوش تیر میشه. مو یک قسمه خوش کرده پیش خشتین یک چای مخری بسر باشد که بسر چیز کار میشه دیگه. افغانستانی از ما و شمو که هسته افسوس که صاحب نداره، افسوس که سرشتر نداره. افغانستان که هسته بهترین کشور هسته، خیلی بهترین کشوری نازنینی خوب هسته. افغانستان که هسته شیوش زره بالش افغانستان که هسته شیوش زیوره بالش زره بینندای نازنین دیگه. بهترین کشور که هسته کشور افغانستان هسته. اربان که افغانستان از مو سرنوشت چی نمعلومه. افسوس نو بخشی افغانستان خو بخشی وطن افسوس نو. اینجا چقای حوزه آشم صاف سوترم نیه. یک چند نه مرغایی ها بچار گوده می نیز یا بازی نه باوی خنش نیا. ای باباش نیننگه باوی خنش نین. جان نکنش دوار بند پای خود بور شد یک قطره تر نشده. خدا یک کس کلا جغورنن که یک قطره ترم نمشه. اولا چیز کنین شما ما اونو دور رفته دم قصد شدینیو دسته ورده اما دیگه کباب گیرین نوشی جانشون جای بینین داخلیو داره تانا ده مو تانا خورم استیلی آره کسته مو تانا خورم استی. اوجی گفته دکان نست خیلی دکان باشه از اینجا کجا دید امریکا خوی یارمی تو جور که داختک دور دین در آوی نالی دیگه ده شیخ مزنی نه خواه این کبابم در مخصی داشته ما داشته که در آو دیگه ماده بله آتیش بله که پختش نه ایش چکن اردوش چکنه نه اردوش چکنه رویش جگر ایش تماتر ایش که پیاز و سلای دیگه ایش جگرش تماتر ها ورس سلکو ورسا سلکو یک دوری از یاشت کشک مارم میداد که یک دفعه ورسوار میشدم دودن ورس ما شوقم زیاد ورس دیرم. پاکستان رفتم یا منجی بخیر مام اول خدا شوقی ورس دیرم که سوار شنو نمرای نزنین جایش خالی این از تربوز یعنی هم ازی کوخشی زاتیش ایدید گونچی یعنی زغال شی منی از خلفیت خدا
والا بچه هم که جخشور نه ماشاءالله این از کوخ در آویره یعنی پکنک کوخشنک آماده کباب رو دبلش بیلک پختش نداره او ری این تازه؟ خیلی کنیم ما خیلی خوری امی تازه امی شکارشته نه؟ خب بابا خیلی تازه بینین دا باید روستا بینین دا باید بینین دا اینن در او کباب پخته میشه خود خود برسینین زود برسینین ببخیم بلیمزی کباب که خیلی کیف منی دیگه زود بینین دا دوستا باینین منجی که نمیت کباب کنی نمیت بخوری دیگه این کباب یک جای نوش جان کنی بینین دا نازنین نا دوستا بینین دا نازنین نا دوستای نازنین نا در رو ما کباب پختن و این که امیر یک جای بخوری مزه بیدیه دیگه خیلی جایشون خالیه زود خود برسینین که نمیت کباب کنین پخته کنین نمیت کبابی خوشمزه قشنگ همیت هوای خنوگی خوب خنوگ هم نیه گرم هم نیه میتر خوب هوایه که هم دیل تازه میشه به خدا میتر هوای خوش خوب قشنگ هم هسته واه کسی درد نکنه نه اینیش هم شده خلاص شد این دای نه کباب از من پخته شده خیلی زیاد جایشون خالیه پارک کباب پارک دیگه بخشش باشه نی اولادات بخشور مونه دیگه خیلی زیاد بخشش باشه دیگه خیلی ببخشین دیگه اولادات که کس دانش گرفته نمیتونه دانش جور باشن چرگو همیشه در درس در خانه یا هم بخی گناه داره یا باید داخل جخشور شمسته که صدا کنن یعنی کباب و نوش برنج ساده زعفران تو و نوش سبزی و نوش تماتر و قولی افغانستان که بینجان و قولی ایران بینجان رومی دیگه اینیم از کباب از ما بینین دا جایشون زیاد خالی خیلی ببخشید بخندن سوز نشنید مینا بگو بینین دا نازنین اینمو در پارک رفتی دیگه خیلی کنجی نبود بقید رفتیم کباب رو جور کردیم اونجا جایش مخالی بود بینین دا دوستا دیگه امو رو نوشی جان کردی اینالی دیگه پسون خانه اموری بخیره دیگه پاشته سادم 6 بجه شده دیگه 6 بجه بیگاه اینال در رو پس خانه اموری بینین دا میتر دیگه لایک سابسکرایب هم از یاد چون نره بازم گفتم که یا نگفتم مگیم مالیم مگیم دیگه کچم خداحافظینم بینندای نازنین دوستا تا برنامه بعدی رو دیگه خدا یارو نگاهدار شم خداحافظ بای بای